این چالش جدید ما خوش اومدید. تو این چالش چیپس باب میره براتون داریم. چالش اینجوریه که من آیسان بعد یه چیپس انتخاب کنید. اگه بخورید میبازید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله این پایینم بزنید. زنگوله بالا. خب من برمیارم آیستا شروع کنم. حالا باران برگرده آیسان پشت کن. آیسان برگرد کامل. اوکی شروع کنید. آیسان زنده است که مرده؟ به باران بهش بگو لایک و نشون بده، یعنی زنده ای. زنده آیسان زنده است که مرده؟ زنده زنده نوبتی آیسان دیگه. نه آیسان خیلی شانسه رو. باران تو بهش بگو. زنده نوبت بارانه. ایه سم نکنی پخش و پلو بخوری. باران زنده است؟ زنده است. آیسان وایسه باید بهش تایید بدی. زنده زنده نه زنده آره دیگه زنده است. ترسیدم. زنده نوبت بارانه. زنده نمیدونم. باران آیسان چی؟ فکر کنم سخت شد کم بوده. زنده زنده روی سکته میگرد. زنده زنده آیسان باید چیپس ماستشو بخوره فقط. زنده آیسان تایید. زنده اون برم آخه یکی دیگه داره میخوره. آخه آبش هم ماله گوشته بغلش چیپس میکنه. زنده باران تایید بهش بده. نوبت بارانه. شدی ها خدا. زنده بین 3 تا انتخاب کنم. یکیش مال توه یکیش مال آیسان. این وسط یه دونه بوم نیست. بوم. تو هم بوم به اونو خوردی. چی که این وسط فقط سالم بود. چی سالم بود. خیلی خوب بود چالشش. مخصوصا اونجوری که آیسان میخورد. آیسان فقط برای خوردن اومده بود.
ولی قبول داری 2 سری آیسان دستش گذاشت رو واسه بمب تو؟ آیسان 2 بار کوچیکه اونجا بود هی رو دست گذاشتی بعد پشیمون شدی اون یکی شرط بگم باخته میدی. بچه ها باید دیگه با ما خدا نگهدار.